وضعیت از این دخترک وضعیت وطن واریست. کل ما در این حالت قرار داریم. کل ما بیاین درک کنیم. بیخی کت لباس افغانی لطفا یوگا نکنی. امی رای خداست. امی رای خداست. این من نه این امی شما بچه ها خواه امی را که ببینه خواه امی 289 دانه کامنت نیست. این امی خواه 289 دانه دوا ثابت کردن امی. امی لباس افغانی هم که هست بچه ها زیاد فرسایش نداره. منظور ما میفهمه فرسایش نداره. مثلا از بگ رسپیک کامنتار را نمیخوانیم. بیاین بچه ها بیاین رسپیک نشان بدیم. بیاین نخوانیم اگر چی بگ رسپیک والا حمایت وطندارا را می قسمت دیدیم دیگه. اگر چی شما نمیبینیم ما تو میبینیم بچه ها. ما که تو بچهش دیدیم ما زاغ هستم.